در زمان استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان جشن صدا برابر دیگر مراسم و سنت‌های ملی ما عمری دوباره پیدا کرده تجدید ساله آن به حکم عنعنه درآمده است. در شهرهای حصار و ترسانزاده نیز با مقصدی در سطح بلند تجلیل نمودن جشن صدا نمایش فروش نهال تشکیل کرده شد. گزارش نوبتی در این خصوص تهیه شده است. با شرافت استقلالیت دولتی و سیاست فرهنگ پرورانه راهبریت عالی مملکت جشن‌های ملی و عنعنه و سنت‌های مردمی در جمهوری تاجیکستان احیا شده امروز با شکوه و شهامت خاصه تجلیل کرده می‌شوند. به مناسبت فرارسیدن جشن باستانی صدا در شهر ترسانزاده چاره‌بینی با شکوه برگزار گردید. صدا از ایدهای ملی مردم آریایی نژاد می باشد که تاریخ بای و رنگین داشته از قدیم همچون ایدی نور و آمادگی به کارهای کشاورزی جشن گرفته می شود. افراختن گلخن از سنت‌های جشن صدا می باشد و این مراسم چون میلاد آتش یعنی منبع گرمی و نور در میان مردم مشهور گردیده است. از قدیم مردم در دوره سردی زمستان با آرزوی آمدن فصل بهار چاره‌بینی‌های گوناگون دایر می‌کردند، گلخن می‌گیراندند، بزم می‌آراستند، شادی و خرسندی می‌کردند و با همین راه سردی سرما را برای یکدیگر آسان می‌نمودند. این عنعنه در سالهای استقلالیت از نو احیا گردیده امروز در تمام گوشه و کنار کشور برگزار کرده می‌شود. در همین زمینه کشاورزان شهر انواع گوناگون محصولات اینچنین تکنیک و ماشینالات ضروری و نهال درختان گوناگون و تخمی‌های زراعت را به نمایش گذاشتند. همچنین در این معرکه با شکوه هنرمندان شهر اشتراک نموده دسترنج خویش را به معرض گذاشتند. از تاریخ جشن صدا برمی‌آید که آن از جاودانی خورشید عالمتاب بشارت داده افاده پیوند زندگی انسان‌ها با طبیعت، دوره آمادگی به استقبال بهار و نوروز، اینچنین ایام نهالشینانه تیاری به کشت و کاری بهاری میباشد. گفته شد که در شهر ترسانزاده از تجلیل جشن صدا تا صدا حجم استحصال محصولات کشاورزی زیاد گردیده خواجگیداران در غنی شدن دسترخوان ساکنان نقش مهم گذاشتند. طبق اطلاع در سال 2019 در همین شکل‌های خواجگیداری شهر ترسانزاده به مبلغ 606.1 میلیون سومانی محصولات کشاورزی استحصال گردیده است که این نشان داد نسبت به سال 2018 30.2 میلیون سومانی زیاد میباشد. برای رشد ساحه باغ و تاکپروری دوام سال در زمین‌های للمی و تل و تپه 45 گکتار باغ و تاکزار نو بنیاد گردید. صدا را در شهر ترسانزاده مردم کشاورز شهر با دل گرم مهر زیاد قد جشن گرفته ایستاده هستیم. نیال پروران، تخمی پروران همه سرجمانه برای کشت کاری بهاری برای سال 2020 برای زیاد نمودن محصولات کشاورزی آماده هستند. تکنیک‌های کشاورزی آماده هستند. تجلیل صدا و دیگر جشن‌های ملی ارزگذاری بر رسم و آیین‌های مردمی و گسترش وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی مردم را تحکیم می‌بخشد. نمایشگاه دامنه‌دار در مجموع تجلیل جشن باستانی صدا در مرکز شهر ترسانزاده شماره زیادی ساکنان را به هم آورد و آن به یک عیدی با شکوه تبدیل یافت. کشاورزان شهر حصار خردترین جزئیات این جشن اجدادی را به ساکنان و مهمانان معرفی نمودند. صدا آمادگی به کشت و کاری بهاری است. وابسته به این از جانب خواجگی‌های کشاورزی شهر حصار نهال گلبته‌ها و تخمی زراعت‌ها به معرض و فروش گذاشته شد. بعضی نوع‌های گندم که از خواجگی‌های پیشقدم شهر حصار در جشن صدا معرفی گردیدند از روی خصلت‌نامه‌شان در مورد اجرای همه کارهای اگرتکنیکی تا 70 سنتنر حاصل می‌دهند. محصولات استحصالکاری خود خواجگی برای هم نمایش هم برای فروش محصولات کشاورزیمون در این جشن اشتراک داریم. زنده گرداندن این جشن‌های قدیمی تاجیکان برای کشاورزان یک روح بولیده روحی یک محصولات خودشون برای به فروش برآوردن یاری کلان می‌رساند. ساکنان و مهمانان امکان پیدا کردند که با استفاده از این شرایط مساعد نهال درختان استانداردی، گل و بوته‌های آرایشی و تخمی زراعتی دارای سرتیفیکات صفت را دسترس نموده برای پیشبرد کارهای صحرایی استفاده نمایند. هدف اساسی این تدبیر تامین خواجگی‌های دهقانی و اهالی با نهال درختان منطقه باب، گل برای خرمگردانی، اینچنین دسترسی به تخمی‌های دارای صفت بلند میباشد. خواجگی‌های نهال پروری هستند. نهال‌های صاحب سرتیفیکات و با طلبات کشاورزی جوابگو میباشد. از جمله نهال‌های با تاک انگوری نوع طایفی بهترین نهال‌ها دارند. ما برای زیاد نمودن مساحت باغ‌های خود از اونجا خریداری میکنیم.
شهروندان مملکت را لازم است که از این معرکه مهم موسم نهالچینانی در کنار نمانده از نهالهای آرایشی و میوه‌دهنده استفاده نموده میدان باغ و تاکزار نو را وسیع نمایند. میتوان گفت که تجلیل عمومی جشن اجدادی سده در زمان صاحب استقلالی کشور مژده است از احیا گشتن باز یک عنعنه نیک نیاگان و معرفی شایسته آن به جهانیان.